دانشگاهی هست 16 مرداد ما که تبریک عرض میکنیم. این رویش اصلی انقلاب اسلامی و مولود انقلاب که خدمات فراوانی در طی این 43 سال گذشته به کشور و به نظام انجام داده و طرح‌های مختلفی از حوزه‌های پزشکی، حوزه‌های مهندسی، حوزه‌های آموزشی، فناوری و مسائل مختلفی که انجام داده و بسیاری از این طرح‌های زمین مونده بوده که بعضاً جادی کمتر انجام میدادن و اینا الحمدلله با همتی که جهادگران گرامی انجام دادن به اتمام رسیده. به خصوص حوزه‌های پزشکی که توی حوزه‌های سلول‌های بنیادی و همچنین توی ناباروری از مراکز اصلی کشور هستن که تا الان بیش از 50,000 فرزند تو مراکز ناباروری جهاد دانشگاهی به دنیا اومدن و کارهای زیادی تو حوزه سلول‌های بنیادی انجام ده به حدی که الان دانشمندهای دنیا اقرار دارن که کار بزرگ این عزیزان را تایید میکنن. کار اصلی که شده توسط واقعا مرحوم کاظمی آشتیانی شروع شده و بعد از اون ادامه داره.